سلام بچه، چطورین؟ به این ویدیو خیلی خوش اومدیم. آقا تو این ویدیو اومدیم واسه یه پنل خیلی خفن معرفی کنیم که میذارمش تو چنل تلگرام تو دیسکریپشن هستش. بعد بچه یه پسورد 4 رقمی داره که پسوردش رو در ادامه ویدیو بهتون میگم و دقت کنین آقا 4 رقمیه، 3 رقمی یا 2 رقمی نیست. و اینکه آره آقا خیلی عشقی دیگه، بیشتر از این صحبت نمی‌کنم و مرسی بابت حمایتتون. آقا عشق منید همتون، تک تکتون. و اینکه آقا لایک و کامنت و ساب یادت نره، از همین اولی ویدیو میگم. آره آقا ناموسا لایک و کامنت ساب کن، به حمایتتون نیاز داریم آقا. میخوایم بشیم 700 تا هر چیز زودتر. من که دیگه بیشتر از این صحبت نمی‌کنم، بده معطلی بریم سراغ فعل. خب رفقا، ما اومدیم حالا یه لومبول فاستون بریم که ببینیم چه جوری میخوره و چی به چیه. خب حالا نت من اینجا باید بنوازم. خب رفقا بریم سراغ پسوردش و اینا که تو ویدیو بهتون میگم. حواستون رو حتما جمع کنید و تا آخر ویدیو رو حواستون جمع باشه که ببینید چی به چیه. آخر ویدیو راجع به پنل توضیح میدم و اینکه بدو دادش ناموسم بدو فیلیکس تیوی بنوازم. اون فکر کنم داشتم یوتیوب. پینگا نگاه کن، عالی، همه چی عالی، زندگی عالیه، خیلی عالیه، نت عالی، همه چی عالی، ایران عالی، حلال. خب بدو مشتی تا الان از اونور میاد. از این مردن کبوتیو بزنم بهت داداش، یه رکب بخوری. بیا از اینا بگی. پینگا نگاه، ناموسم پینگا نگاه، اینو نگاه. چی شد؟ پشما. بچه اینقدر پینگم خوبه، باری کلا بنازم. بچه قسمت اول رمزم عدد 1 هستش و آره آقا پینگ خیلی داره اذیت میکنه، ناموسا بیاد پایین. آقا ما ویدیو رو بگیریم بریم، یه ویدیو میخوایم بگیریم حاجی. اینقدر دارن انگوش میکنن اینترنت ها، نمیدونم چرا. تو هم خط نگیره انقدر مردی که نوب. بیا بیرون خب بیا. خیلی نوبی نه اینکه نوبی ها که چی نتش رفت کنم. بابا اسکل بیا فایت بدیم بریم. خیلی اسکلی اسکل، فکر کرده قراره فایت. بابا ولم کنیم، فکر کرده قراره چیکار کنیم. مرتیکه اولاغ. بابا برو فایتی چیه اسکل، بیا فایت بده. بابا این بچه سالبازی چی رفت و برگشتی گم شو. سطح پلی ولمون کن بابا. چی میگن این یارو؟ نسل جدید، پلیرای جدیده احمق. منم بچه نمیخوره، آخرش هم وستش زدم. داداش منم کلا پلی نمیدم جلسه، اگه ببینی اصلا متوجه میشین. دکمه رو یادم رفته انقدر پلی ندادم. یه ویدیو خداحافظ هر روز شدم. خب بذار امپیو بگیریم. بعد رفقا از اونجایی که میدونی منم انگشتیم نرسیده هنوز، یعنی سفارشش دادم، یه چند روز دیگه میرسه و از اون موقع آقا دیگه آره بهتر میتونم بزنم واسهتون، چون الان انگشتم بچه رو صفحه اصلا نمیچرخه، کاملا مشخصه. میام بکشم باره قشنگ میلرزه آقا. این دستم گیر میکنه، هی تیکه میره. میفهمی چی میگم؟ کسایی که با انگشتی پله میدن میفهم. آقا یه بار به انگشتی تست کنین ببین چقدر سخته. بابا مشتی میخوای ناموسن انگشت کنیم؟ یا تو رو به جون مادرت بیا، جنگ جهانی سوم نیست اینجوری خط میگیری واسه من. اسکولا نگاه، پینگ منو نگاه آجی بنازم. همه چی عالیه رفقا، پینگ عالی. بعد بیا نگاه، اصلا پینگا نگاه کن تو رو خدا، ناموسن پینگا نگاه کن. 300 نت ایران عالی، نت ایران خدا باری کلا. آقا تو رو خدا بیا پایین دیگه بابا، دارم ویدیو میگیرم. تو رو به جون مادرت بیا پایین. آها چرا نمرد؟ فشار میخوابه آجی. هپی خیلی بچه سالی آجی، خیلی بچه سالی. آقا چقدر حال میده بگیریم فلج رو بزنیم. یه مش تازه وارد احمق 6 ساله داریم پلی میدیم، یه احمق گوزو میاد واسه همون سیس میگیره میخوابه. خیلی سطحی داداش. هی فشار بچه ها. بعد داره دیگه. خب اونجا وایسادی من بیام. اوکیه.
اوکیه اوکیه. اسکل این برم. احمق خیلی سطحی. برو ورتی که آخه تو 300 دمم میخوره فلج. بنده خدا فلج ترین پلیر فری فایر وجود ندارد. تو خودم فلجم آقا. بخش دومش عدد 2 رفقا. پیو. ها چی شد؟ تو 2 تیر میزنه آقا. من 3-2 گیمو ندارم. آهان برو خونتون. ببین برو بمیر بدبخت. همین برو بمیر فقط. خب آقا بنوزم بدو یه دونه یو ام پی و دیزرت بگیریم. پینگ ها نگاه بچه ها. ناموسم پینگ بده. انگشتی ندارم. صفحه گیر میکنه. هیچی خوب نیست حاجی. همه چی تخمیه. همه چی تخم مرغیه. یعنی آره. دو چه گل. بیا جلو. بچه قسمت سومش علی یکه و اینکه آره آقا داداش آروم. به خدا کاستوم کل چیزی نیست. لون ولفه. احمقا نگاه. تو رو خدا احمقا نگاه. خب بیا. آها ایزی حلال بدون انگشتی بابا. بنازم انگشتم بچه پوستش اسم میگم داره کنده میشه. یه جور میکشم رو صفحه. نه اینکه محکم بکشم بالا بچه. آروم همین الان دارم اینجوری تکون میدم بچه. انگار انگشتم پوستش میچسبه به گوشی آقا. به زور داره تکون میخوره. نمیدونم صداشم بیاد. میگه قرچ 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 اینطوری. و آقا دیگه بیشتر این صحبت نمیکنم. مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردین. بریم سراغ پنل. لایک هم نکردی لایک کن. ساب هم نکردی ساب کن. هر چیزی در بشیم 700 تا عشق من. خب بچه‌ها این هستش از پنله که بهتون میگفتم. اسمش ردیته و عکس یه حالت ربات مانند داره و پس زمینه نارنجی. آقا اینو که رفتین از چنل تلگرام برداشتین پسوردشو وارد کردین که یه قسمت دیگه‌اش مونده میگم در ادامه ویدیو بهتون. بیاین آقا بردارین دانلودش کنین و اینجا اوپن رو بزنین و پنل آقا باز میشه واسهتون. و اینجا بچه‌ها نوشته چیتس و سکیوریتی. اینجا آقا دونه دونه بزنین روش خودش فعال میشه آقا. مثل اونا آن آفی نیست بچه‌ها. این بزنین روش فعال میشه کافیه. و اینکه حالا برین سراغ پایینی. اینجا هم آنتی من و اینا جمعش رو فعال کنین. فیکس لگ بعد که فعال کردین یه لحظه بذار اینا هم باید بزنین. نگاه چی اومد بالا بچه. بذار برون ور مشتی. حالا همین دیگه ایزی آقا. این پنلش انقدر ایزی و راحت فعال میشه. و اینکه آره دیگه قسمت آخرش هم عدد 2 هستش. و آره 3 قسمتش گفته بودم دیگه. آره قسمت آخرش هم عدد 2 هستش. و اینکه آره دیگه آره آقا مرسی بابت حمایتتون. بازم میگم عشق من همتون آقا. مرسی بابت اینکه کامنت میذارین لایک میکنین یا ساب میکنین یا هر چیز دیگه ای. عشق من همتون. یه بار دیگه میام کانال تلگرام توی دیسکریپشن گذاشتمش. حتما جوین بدین و دمتون گرم که تا اینجا ویدیو تماشا کردین. بیشتر از این صحبت نمیکنم. تا ویدیو دیگه خداحافظ.